سلام، خوش اومدید به کانال غیبگو. با یک فال تاروت هفتگی اومدیم خدمتتون. استارت هفته شنبه بهترین زمان برای گرفتن یک فال پر انرژی هستش دوستان. آماده باشید، میخوایم با هم یک فال ببینیم اصلا شنبه تا پنجشنبه چه اتفاقی در انتظار شما هستش و نیت بکنید انرژی بفرستید به سمت کارت های تاروت. میخوایم کارت ها رو ستون بر بزنیم دوستای گلم. ممنون و سپاسگزارم دوستان بابت لایک ها و کامنت های زیبا و پر انرژی که میذارید. تشکر میکنم. کانال در حال پیشرفت روز به روز دارم. کامنت های زیبا و انرژی های بسیار زیبا میگیرم از مخاطبین گلم و تنها قصد من از ایجاد این پیج اینه که این پیج به صورت تعاملی با مخاطبینش جلو بره. با انرژی شما ساخته شده این پیج، پس تمام این فال ها هم برای شما دوستای گلم. تعامل انرژی برقرار کنید تا هر وقت فال جدیدی آپلود میشه با انرژی شما خانایی داشته باشه و پاسخ نیاتتون و اون علامت سوالایی که درون ذهن و قلبتون هست، چه احساسی، چه کاری و چه اجتماعی داده بشه. امیدوارم با آمین تحقق برسون به این گفته ای که خدمتت عرض کردم. خب کارت ها رو به 3 دسته تقسیم میکنیم. قراره که 3 قسمت داشته باشه و میخوایم از هر دسته شروع کنیم، چندین کارت بیرون بکشیم و یک انرژی خوانی بسیار خفن و حرفه‌ای بگیرید دوستای گلم. خب دسته اول 1 2 3 4 5 6 7 کارت به اندازه تعداد روز 7. چقدر خوب نیت کردیم برای 7 روز و هفته جدید و 7 کارت خودش اومد. یک 2 3 4 5 6 7. واو مگه میشه؟ این هم 7 شد. من اصلا تا دونه دونه نکشیدم و بعضی وقتا خودش اینجوری داره میشه. این هم اگه 7 خودش بیاد من دیگه واقعا پا میشم جیغ بزنم. این آخریه مقدار زیاد شده. 1 2 3 4 5 6 7 1 2. کارت آخرمون قسمت آخرش دوستای گلم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 تا اومده. خب اشکال نداره. پس فال سوممون قراره که طولانی تر و پرمسماتر باشه. آماده باشید، شروع میکنیم دوستان. با فال اول ببینیم که پیام کائنات برای هفته آینده. کائنات بگو ببینیم هفته آینده، که نه همین هفته ای که درونش هستیم، 7 روز آینده در جلوی رون چه اتفاقاتی قراره بیفته؟ ای کائنات، ای تاروت، پیام ما رو بده لطفا. بسیار خوب، بسیار خوب. هفت کارت اولمون که چی داریم؟ 3 چوب دست داریم، 3 شمشیر داریم، جاجمنت یا رستاخیز، کارت هنگمن، 10 چوب دست و 5 سکه و ناباوه شمشیر رو داریم.
نیت کن دوستان، 3 تا نفس عمیق بکش و هرچی نیت داری داخل ذهنت بولدش کن که پاسخ رو قشنگ جذب بکنی. خب دوستان من، این مجموعه کارت هایی که اینجا اومده بسیار شگفت انگیز پیام داره واسهتون. چرا؟ چون ببینید یک داستانی داره بازگو میکنه از تلاش هایی که شما برای رسیدن به هدفتون دارید انجام میدید. یک مبارزه و چالش های فکری که در اون ذهنتون دارید بزن بکوب میکنید. یعنی پلن دارید میچینید واسه خودتون باقلوا، دارید واسه آیندهتون طرح‌ریزی میکنید و آماده یک استارت طوفانی هستید. یک سری تصمیماتی که حالت رستاخیزی داره، اصلا قراره که تغییرات عظیمی ایجاد کنه و گذشت و از خودگذشتگی و ایثار دارم واسهتون میبینم و در نهایت موفقیت و چالش‌های مالی رو داره واسهتون بازگو میکنه. به نظر میرسه که شما در آستانه یک تحول بزرگ هستید که نیاز به پذیرش و باید تغییر رو بپذیری و باید گذشتت رو رها کنی. چرا که یک سری اتفاقاتی که در گذشته شما ریشه داره باعث شده که شما یک مقدار از پیشرفتت، سرعتی که برای پیشرفت داشتی جلوشو بگیره، یک مقدار پتانسیل پیشرفتت رو محدود کرده. باید پذیرش تغییر و آزادسازی گذشته‌ات رو قبول بکنی. چشم اندازهای جدید دارم واسط میبینم دوست من، در حال برنامه‌ریزی برای آینده بزرگتر هستی. خب الان به جایگاه رسیدی که میتونی واسه یک سری پلن‌های بزرگتر برنامه‌ریزی کنی. منتظر فرصت‌های بین‌المللی باش یا ممکنه که گستره نفوذت بیشتر بشه، حالا چه در زمینه کاریت و چه در بین دوستانت. ممکنه یک اتفاق بیفته که حرفت بروتر بشه، بیشتر رو حساب بکنه. پیامی که این کارت Three of Wands داره اینه که میگه آیندت و اون دورنمایی که داری نگاه میکنی یک مقدار واضح تر ببینش و این کشتی های موفقیت شما هستن به زودی به ساحل میرسن و لنگر میندازن توی ساحل موفقیت. پس این کشتی ها میشه پروژه ها، اهداف، آرزوهات. خب اینا قراره که به زودی به ساحل برسن، کناره بگیرن، لنگر بندازن و شما به سواحل موفقیت قدم بذارید. یک درد عاطفی یا ممکنه یک خیانتی، خیلی متاسفم که این اتفاق واسه افتاده، در گذشته بوده با کارت Three of Swords یا 3 شمشیر. این کارت میگه که هنوز از یک تجربه که باعث شده دلت بشکنه هنوز درگیرشی و هنوز رهات نشدی. میدونم سخته چون تحقیر شدی، چون خورد شدی از لحاظ احساسی و واقعا اگر از لحاظ فیزیکی هم هیل بشی، این منتالی و روانی و از لحاظ انرژی و فرکانسی همیشه خب یک زخمی باهات همراهه که باعث میشه که برگردی و به گذشته نگاه کنی و اون حوادث غمگینی که واسط افتاده همیشه خب باهات همراه هست. یک مقدار طول میکشه تا این ذهنیت رو از بین ببری و نگاهت از رو به گذشته برداشته بشه. یک مقدار طول میکشه ولی شدنیه. میگه که سعی کن غم رو بپذیری. خب بگو خب اتفاقی که شده الان در حال حاضر از تو کاری بر نمیاد که گذشته رو بخوای درست بکنی. ماشین زمان نداری که برگردی و نذاری اون اتفاق بیفته. چیزیه که شده، آبیه که ریخته شده و کاری از دست تو بر نمیاد. غمت رو بپذیر اما در اون غرق نشو. چرا که اگر این کار رو انجام بدی، بخوای زیادی بهش اهمیت بدی، این جراحت سطحی که داری تبدیل به حکمت میشه
یعنی چی؟ یعنی میگی این اتفاقی که افتاد و این غمی که به من رسید حتما یک حکمتی توش بوده. نه، حکمتی درونش نبوده. این یک اتفاق و یک انرژی منفی بوده که نباید اتفاق میفته. حالا که افتاده چاره‌ای نیست، باکی نیست. اتفاقی که افتاده در گذشته بوده، گذر کردی. تو تونستی گذر کنی ولی هنوز یادش هست. خب این یادش تبدیل کن به چیزی که من پذیرفتم این اتفاق افتاد و من زنده موندم. الان که زنده هستم به آینده روشن فکر میکنم به جای اینکه به گذشته تلخ فکر کنم. اینجوری بهتر نیست؟ کارت جاجمنت اومده. بیداری روحی دارم واسه میبینم. زمان احضار به سوی سرنوشت بالاترت رسیده. یک تصمیم مهم یا یک فراخوان درونی احساس میکنی که شما رو داره فراخوان میده. میگه زمان اون رسیده که برخیزی و یک مقدار به خرد و عقلت اضافه کنی و با اتفاقاتی که درون زندگی و ته روزمرت میفته از نگاه بالاتر و پخته تر نگاه بکنید. به ندای درونت پاسخ بده. گذشته رو دفع کن تا تولد دوباره اتفاق بیفته. با کارت The Hanged Man که مرد به در آویخته هستش اینجا میگه که باید خودت رو معلق کنی و از زاویه جدیدی برعکس به قضیه نگاه کن. میگه دیدت رو سعی کن زوایای دیدت رو عوض بکنی راجع به همه چیزها. خب همه چیزهایی که واسه مهمه، کارهات، روابطت، گفتگوها، بگو مگوها، کمک هایی که در حقت شده، کمک هایی که در حق دیگران کردی، پیام ها، سخن ها، تیکه ها، نیش و کنایه ها، حوادث، همه چیز. میگه سعی کن از مثلا نیمه پر لیوان هم همیشه نگاه کنی. میگه پرسپکتیوت باید از یک مقدار نگاه پخته تری داشته باشی. میگه گاهی تسلیم شدن پیروزی نهایی. میگه یک مقدار از لحاظ کله شقی دست بردار و سعی کن شرایط رو آنجور که هستش بپذیری. اینجوره خیلی بهتره. و اینکه الکی بخوای مقاومت بکنی جز این که خودت رو کوچیک بکنی و انرژیت رو هدر بدی و یک مقدار بار منفی رو تحمل بکنی چیز دیگه واسط نداره. پس سعی کن یک مقدار تسلیم شدن نه در برابر دشمنانت، تسلیم شدن در برابر شرایطی که در حال حاضر هستش بپذیری، قبول بکنی و آماده بشی از این تسلیم شدن استفاده بکنی برای یک پیشرفت بلند مدت. کارت 10 چوب دست که اینجا داریم میگه فشار مسئولیت داری یک مقدار و خودت رو با کارهای زیاد داری خسته میکنی. میگه این کارت اشتباهه. میگه کمتر یک مقدار فعالیتت رو کمتر کن ولی متخصص تر. خب تخصیصش بده این کارهایی که داری انجام میدی، فشاری که داری به خودت میاری رو روی یک موضوع. سعی کن روی اون موضوع بیشتر فشار بیاری به خودت. ممکنه که احساس کنی بار سنگینی روی دوشت هست و بعضی بارها رو اگر زمین بذاری ممکنه که راحت تر. ببین اگر نگاه بکنی میبینی که وزن اضافه بیهوده داری. خب مثلا یک سری فعالیت های روزمره که اینا به غیر از اینکه بار اضافی و بیهوده باشن چیز دیگه ای نیستن. خب شما اگر بارت رو یک مقدار کمتر، ببین کشتی که سوراخ شده سعی میکنن بار اضافی رو در حال غرق شدن هست، کشتی که در حال غرق شدن هستش بارهای اضافیشو میندازن تو دریا به خاطر اینکه سبکتر بشه. شما هر چقدر سبکتر باشی خب چالاکتر و چابکتر میتونی، سرعتت میره بالاتر و بیشتر میتونی به سمت پیشرفت و اهدافت حرکت بکنی. پس بعضی بارها رو زمین بذار و نیازی نیست که قهرمان همه باشی. میگه سعی نکن برای همه مثلا قهرمان بازی در بیاری و به همه کمک بکنی. تو خیلی دوست داری زندگی خودت رو جلو ببر، خیلی مردی، نمیخواد تو همه قهرمان بازی در بیاری. سعی کن قهرمان زندگی و خانواده خودت باشی. کارت 5 سکه میگه ترس مالی داری و
احساس محدودیت بکنی از لحاظ مالی. ممکنه نگرانی مالی یا احساس عقب موندن از بقیه داشته باشیم که ای بابا هر چقدر تلاش کردم به بقیه نرسیدم، فلانی رو نگاه کن، فلان ماشین داره، خونه داره، نمیدونم انقدر درآمد داره، من چی دارم؟ خب شما اینجوری این دید اشتباهه. باید ببینی که فلانی چه کارها کرده که تو نکردی. اینجوری بهتره. فلانی کجاها رفت که تو نرفتی، فلانی چه کارهایی رو کرد که تو نکردی. کمک بخواه، سعی کن یا چشمت رو به نعمت‌های الهی واگذار و امیدوار باش که پروردگارت بهت کمک خواهد کرد و پیام هلپ و درخواست محبت الهی رو در آن کامنت ها برای من بنویس تا درون کائنات ثبت بشه و صدات درون کیهان و کهکشان تلالو ایجاد بکنه و با خودش موفقیت و ثروت به ارمغان بیاره. کارت نوباوه شمشیر هم اینجا داریم. انرژی کنجکاوی و تیزهوشی رو به ارمغان داره، مثل یک جاسوسی که داره خیلی فضولی میکنه و دوست داره سر از کار دیگران در بیاره. خب حقایق رو میگه کشف کن، اما مراقب عواقب حرفات باش. میگه سعی کن بفهمی چه حرفی و کجا باید بزنی و چه حرفی و کجا نباید بزنی. سعی کن شمشیر حقیقت رو با احتیاط استفاده کنی. اوکی؟ میگه در این هفته شما یک مقدار مراقب حرفایی که میخوای بزنی باش. خب یک مقدار حرفتو مزه کن و عاقلانه تر حرف بزن. به نظر میرسه که شما از یک دوره‌ای که درد عاطفی داشته عبور کردی. اوکی؟ و اکنون در حال بیداری روحی هستی. باید مسئولیتات رو یه مقدار سبک کنی و از زاویه جدیدی به زندگیت نگاه کنی. در زمینه مالی هم ممکنه که چالش‌هایی حس کنی، اما با کنجکاوی و تحلیل و چشمانداز بلند مدت میتونی به موفقیت‌هات حتما برسی. پس رها کن تا تبدیل شوی. این تبدیل یعنی تبدیل به یک خود برتر، از خودت یک شخصیت بهتر بسازی. دردت رو بپذیر، مسئولیت‌های اضافیت رو رها کن، چیزی که به دردت نمیخوره، و به ندای درونت اعتماد کن. تحول تو از طریق پذیرش و تغییر نگرشت اتفاق میفته. ثروت واقعی هم از درون خود آغاز میشه. اوکی؟ این چقدر خفن داره به پیام میرسونه؟ پس با لایک و کامنت و سابسکرایب از این پیج حمایت کن تا بریم برای فال بعدی. دوست من، دوستای گل، به 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 به. خب چه فال پررنگی، چه فال پر انرژی. نیت کن دوست من، آماده باش تا بریم برای سکشن دوم. 1 2 3 4 5 و 6. میگم یه کارت کمه، این زیر گیر کرده. نگاه، گفتم هفته، 2 تا هفته داشتیم، یه دونه 9 تا. کجا رفتشون؟ نگو اینجاست. خب بچینیم یک مقدار تمیزتر. خب دوستان، چشماتون رو ببندید، نفس عمیق بکشید و هر آنچه که نیاز دارید از تاروت بشنوید درون ذهنتون و قلبتون بیارید، بولدش کنید و اگر نیت خاصی ندارید بگید من آماده دریافت هستم و ببینیم تاروت دوستتون چه پیامی داره. این ترکیب اصلا ترکیب اولی خیلی بهتر و مثبت‌تر هم هستش و یه پیام بسیار مثبت، یعنی از این است که قند تو دلت آب میشه بشنوی. آماده شو با هم بریم ببینیم پیام
این قسمت چی هستش؟ ببینید عزیزم، این کارت هایی که اومده نشون دهنده اینه که شما در حال ورود به یک فازی از زندگیت هستی که پیوندهای عاطفی و قدرت رهبری، ثبات و وفور مالی در اون نقش کلیدی داره. اما یک هشداری هم داره که ممکن هستش که یک تعارضی که از لحاظ حسادت باشه یا یک حمله ناگهانی مواجه بشی که نیاز به خرد و تعادل داره. جشن دور همی دارم واسط میبینم، یک تولدی، یک پارتی، یک جشن دوستانه و یک هماهنگی عاطفی هم دارم واسط میبینم. این کارتی که اینجا اومده 3 جام نشون دهنده پیوندهای شاد هستش، یک اجتماع و احساس تعلق، یعنی یک جایی که حس میکنی به اون جمع تعلق داری و جای درستی هستی. عشق و حمایت اطرافیانت رو جشن بگیر. شما تنها نیستی. اگر حس تنهایی میکنی، اینو بهت بگم که کسانی هستن که شما رو دوست دارن. شما یک فرد تنها نیست، شما خانواده دارید، دوست دارید، این افراد به شما اهمیت میدن. خب پس سعی کن از داشته ها و کسانی که توی زندگیت هستن از لحاظ احساسی باهاشون راز و نیاز بکنی. راز و نیاز که واسه خداست. منظورم اینه که با هم حرف بزنید، یک مقدار یک مشاوره خیلی خاصی میشه، چون یک سری چیزها رو شما حتی به مشاورم نمیتونید بگید، ولی به دوستان نزدیکتون راحت تر میتونید مشورت کنید. از این لحاظ دارم میگم که شما تنها نیستید. رهبری کاریزماتیک و یک اشتیاق خلاقانه دارم واسهتون میبینم. شما انرژی یک پیشرو رو دارید. پیشرو میتونه یک رهبر باشه، یک لیدر باشه، کسی که انقدر اعتماد به نفس داره که زندگی خودش رو جلو ببره، که حتی میتونید انقدر قوی هستید میتونید الهام بخش دیگران باشید. سعی کن تو زندگی جلو برید. شما توانایی این که تنهایی پیشروی کنید دارید. سعی کن که دنبال روها، ببینید کسانی که دنبال راه خودشون پیدا میشن. خب شما میتونید به اون درجه برسید که اشخاصی بیان از شما پیشروی بکنن و سعی کن با جسارت و قدرت بالا جلو برید. کارت چارچوب دست که اینجا اومده، ببینید این نمای چارچوب زندگیتونه، همون جایی که توی زندگی مثل خونتون. خب داره بیان خونتون میگه، یک بیان خونتون مستحکمه، روابط خانوادگیتون با کیس احساسیتون، با زنتون، با همسرتون، میگه بیان محکم داشته باشید با هم. سعی بکنید که اهمیت بیشتری به هم بدید، چون این کارت نشونه موفقیت هستش، نشونه امنیت و میتونید به زودی واسهتون یک جشنی برای یک دستاورد جدید بگیرید. ممکنه که یک پیروزی خانوادگی داشته باشید، یعنی یک هدفتون تو زندگی روابط احساسیتون به یک موفقیت میرسید که میرید با هم یک جشن میگیرید. زیربنای زندگیت محکم هستش و حالا زمان لذت بردن از ثمرات کارتون هست. یک عمل سریع دارم واسط میبینم که بی پروا، یعنی نترس. اگر یک اتفاقی واسط افتاد درون این هفته، اتفاق بد نه، یک چیزی باعث میشه که شما به یک جایی برسی که نیاز به یک تصمیم گیری قاطع داره و این انرژی میتونه هم مثبت و هم منفی هم باشه. خب پس عجله نکن. مراقب باش که بی دلیل به کسی یا به یک گفته‌ای حمله نکنی. حتی میتونه یک طرز فکر باشه. اگر کسی یک جایی طرز فکرش رو برات بیان کرد که مخالف ایده شما بود، سعی کن که بهش حمله نکنی. سعی کن باهاش بحث کنی در راستای مثبت و سعی کن ازش بپرسی که چرا همچین طرز فکری داره، چرا اینجوری هستش. اینجوری خیلی بهتره که بخوای حالت تهاجمی بخوای رفتار بکنی. پس حقیقت رو با شفقت بیان کن. سعی کن یک مقدار حس بخشندگی داشته باشی و دوستانه با هم سعی کنید که گفتگو کنید.
تسلط عاطفی و خردمندانه دارم میبینم. شما شخصی هستید که از لحاظ عاطفی شخصی بسیار خردمند هستید و تمام روابطتون با افراد میدونید که چجوری برخورد بکنید. مثلا این شخص داخل زندگی شما چه سطحی داره و شما چه برخوردی باید با این شخص بکنید که نه زیاد دوستانه باشه نه زیاد بیادبانه باشه. میدونید چی میگم؟ میدونید که در کجا چجوری برخورد کنید. شما میتونید احساسات خودتون رو با تعادل مدیریت کنید و به دیگران سعی کنید کمک کنید و بهشون روحیه بدید. شاید در این هفته کسی درون نزدیکانتون یا حتی درون خانواده‌تون نیازمند کمک روحی باشه و این شما هستید که میتونید از انرژی که دارید و اون حس عاطفی و خردمندانه که دارید سعی بکنید که امیدوارانه بهش کمک کنید، بهش انرژی مثبت بدید تا از این چالش ذهنی فکری روحی که این بنده خدا توش گیر میکنه بتونه در بیاد. قلب شما رو با خرد پر کردم. خب پس از این خرد که درون قلبت قوتور هست سعی کن استفاده بکنی. این یک محبتیه که هر کسی نداره. سعی کن مهربون باشی اما قاطع. این هفته نیازمند این هستش که شما یک مقدار مهربانانه رفتار کنید با دور و بریاتون. وفور نعمت دارم واسهتون میبینم. وفور نعمت دوستان. شما به قول میگه تو پول غرقم. یه میم اینستاگرام میبینید؟ این کارت یعنی وفور نعمت، ثروت خانوادگی، یک میراث، یه ارثی ممکنه بهت برسه. این کارت ثروت مادی و معنویه. در بلند مدت ممکنه نشون بده، شاید هم درون همین هفته، چون نیت به این هفته کردیم. نسل‌های بعد از تو بهره‌مند خواهد شد. یک سرمایه گذاری ممکنه کرده باشی که به ثروت هنگفتی دست پیدا کنی که چند نسلت رو چه کارت خفنی چند نسلت رو بهره‌مند کنه. ممکنه یک سهام شرکتی خریده باشی، ممکنه یک ارز دیجیتالی خریده باشی که بهتر کنه یا پامپ بشه. یک پیام بسیار خفن. و کارت 6 جام هم که اینجا آمده نماد معصومیت. میبینید یک نوستالژی و ممکنه که یک خاطره کودکانه که در گذشته واسط بوده دوباره واسط حالت دژاوو باعث بشه که زنده بشه، یاد گذشته بیفتی. ممکنه مثلا یک غذایی بخوری که یاد گذشته بیفتی، یک کارتونی، یک چیزی. این کارت کلا یادآور خاطرات زیبایی گذشته است و یا نیاز به مهربانی ساده و بی‌چشم داشت. میگه سعی کن یک مقدار دست بخشش داشته باشی. تو این هفته یک مقدار سعی کن یه پولی به کسی کمک کنه، کسی که دستش خالیه یا فقیر هستش. یک مقدار سعی کن بخشش داشته باشی و کمک کنی. گذشته رو با مهربانی به یاد بیار اما در اون گیر نکن دوستان. به نظر میرسه که شما در حال ساخت یک بنای بسیار مستحکم در زندگیت هستی که هم شامل موفقیت مالی هستش و هم روابط عاطفی عمیق. شما توانایی رهبری و مدیریت هوشمندانه احساساتت رو داری. چرا؟ چون پادشاه جام واسط اومده. اما باید مراقب باشی که شتاب زدگی یا تعارض، چون شغلی شمشیر داری اینجا، این تعادل رو به هم نزنه. از طرفی انرژی معصومیت و بخشش هم با کارت 6 جام به شما یادآوری میکنه که با مهربانی و درون بینی پیش بری. سعی کنید دست بخشش داشته باشی و به دیگران کمک کنی. چقدر خوب. شما در آستانه ایجاد یک میراث ماندگار هستی. هم ثروت مادی و هم عاطفی در انتظار شماست. ممکنه یک ارثی بهت برسه یا یه حرکتی بزنی که یک ارث خفنی بتونی واسه آیندگانت به جا بذاری. اما باید با تعادل بین عمل سریع و مهربانی پیش بری. گذشتت رو سعی کن ببخشی و جشن بگیری این رو که آقا من دیگه به گذشتم فکر نمی کنم. من در حال حاضر هستم و به آینده فکر می کنم. اما
در حال زندگی کن. رهبری تو میتونه جهانت رو تغییر بده. جهان خودت، زندگیت. جهان تو چیه؟ دور و بریات، عشقت، خانوادت، پدر مادرت، بچت، دوستت، رفیقت. اگر حالا مجردی، زندگی دور و برت دیگه، همون روتینت. پس یک یک خبر بسیار قوی و مثبت، پر انرژی. چی از این بهتر؟ مثبت ترین فال وسط اومده دوستان. اگر دوست داری تحقق پیدا کنه، آمین رو داخل کامنت ها واسم بنویس. برای قسمت آخر هم تاروت ببینیم چی آورده بود دوستمون که 9 تا کارت اومد به جا 7 تا. خب خیلی هم عالی. 5 شمشیر داریم، 4 سکه داریم، کائنات داریم، 4 جام داریم، 8 سکه داریم، 9 چوب دست داریم، 4 شمشیر داریم، 7 جام داریم و 7 سکه. دوست من، قسمت پایانی دوستان واسهتون از پایان یک نبرد فکری داره خبر میده و همچنان ثبات مالی و تکامل روحی و پیوندهای عاطفی عمیق رو داره واسه روایت میکنه. به نظر میرسه که شما پس از گذر از چالش هات در آستانه دوران جدیدی از کمال و وفور نعمت قرار دارید. آمین. آمین رو سریع بنویس که برای شما تحقق پیدا کنه دوست من. نبردهای ذهنی داری، پیروزی میبینید بعضی وقتا یک سری پیروزی های واسه آدم پیش میاد که شیرین نیست، یک حالت تلخ داره یا تضاد داره با احساسات درونیت. ممکنه که اخیراً درگیری داشته باشید یا داشتید که برنده شدید این درگیری، اما هزینه عاطفی داشته واسط. پیروزی به هر قیمتی ارزش نداره دوست. صلح درونی رو سعی کن انتخاب کنی. یک مقدار ترس از تغییر هم ممکنه داشته باشید. ممکنه که باعث بشه یا مثلا اتفاقی واسهتون بیفته که نیاز داشته باشید یک تغییراتی ایجاد بکنید و این باعث بشه که یک مقدار فکرتون مشغول بشه و درگیر بشید. ممکنه به دلایل امنیتی، خب حالا میگم امنیتی مالی، امنیتی عاطفی، بیش از حد محتاط باشید و از ریسک کردن بترسید. به خاطر همین باعث میشه که از تغییر بترسید. ثبات خوبه، اما اگر تبدیل به زندان بشه چی؟ به درد میخوره یا نه؟ پس این اگر تبدیل به یک زندان بشه ثبات شما، رشد رو متوقف میکنه. آبی که ساکن باشه میگنده. پس انسان باید جاری باشه. تکامل کامل و موفقیت نهایی رو با کارت کائنات که اینجا هست دارم میبینم. این کارت نشون دهنده رسیدن به هدف، هماهنگی با جهان و کائنات از لحاظ انرژی و یک چرخه موفقیت آمیز رو بیان میکنه واسه شما. به مقصدی که میخواستی قراره برسی، یا اگر رسیده ای که هیچ. حالا زمان جشن گرفتن و شروع دور جدیدی از زندگیت با کارت کائنات. کارت خیلی خفنه، کارت The World یا همون کائنات. میگه که یک مقدار بی‌تفاوتی عاطفی یا فرصت‌های نادیده گرفته شده هم در آمصد میبینم. ممکنه که از وضعیت فعلی یک مقدار خسته شده باشید با این کارت و به فرصت‌های جدید بی‌اعتنا هستید. یک مقدار ضعف انرژی دارم واسهتون میبینم. خب از تلاش که کردی
یک مدتی مشغول یک سری کاری بودی که یک مقدار فعالیت شدید داشتی و باعث شده از لحاظ سطح انرژی، از لحاظ روحیه‌ای کاهش پیدا بکنه و باعث بشه که دور و برت رو نبینی، ببینی چه خبریه دور و برت و داری فرصت هایی که وسط هست رو داری از دست میدی. خب این بی‌اعتنایی شما بزرگترین خیانت به شماست، به خودت داری خیانت میکنی. پس ببین کائنات داره بهت فرصت میده. خب اینجا با خودت بی‌اعتنایی، اینی که شما استفاده نکنی از شرایطت و این موقعیت ها دیگه در آینده وقتی برگردی بگی گذشته من هیچ موقعیتی نداشتم، دیگه کائنات دیگه اونجا یه جوری دیگه باید برخورد میکنه. پس در حال حاضر وقتی اگر فرصتی بهت داده میشه سعی کن استفاده بکنی و شکرگزار باشی که در آینده فرصت‌های بهتر بهت داده بشه. وقتی شما بهت فرصتی داده بشه و استفاده نکنی و در آینده بگی خدا چرا به من مثلا فلان چیز داده نشد، اون وقت دیگه اعتنایی به سخن تو نمیشه، چرا ارتباطت با کائنات قطع میشه، انرژیت ضعیف میشه. پس سعی کن از این بی‌اعتنایی دست برداری، چشمانت رو باز کن، جهان در حال پیشنهاد محبت‌های جدید به شماست، استفاده کن. کارت 8 سکه‌ای که اینجا اومده میگه شما رو بهبود حرفه‌ای خودت، یعنی از لحاظ حرفه‌ای که داری و شخصی، اون کار شخصی خودت تمرکز کردی و استادانه داری عمل میکنی و داری مهارت آموزی میکنی و داری فعالیت‌های سختی میکنی که قطعاً به اون چیزی که درون ذهنت هستش و هدفت هست میرسی، چرا که فعالیتت خیلی خفنه. سعی کن ببینید دارید به هدفت نزدیکتر میشید، چرا که تلاش داری. ببینید شما هر روز داری یک قدم به هدفت نزدیکتر میشی. پس سعی کن تمریناتت رو ادامه بدی و کاری که داری و فعالیتی که داری انجام میدی رو ول نکنی. شما روز به روز داری به هدفت نزدیکتر میشی و کارت 9 چوب دست اینجا اومده برای شما. میگه شما ممکنه که خسته باشی اما هنوز مصممی با این کارت و از آخرین خط دفاعی خودت داری محافظت میکنی. مقاومت نهایی و درونی هنوز درون شما زنده است. خب و داری هنوز برای موفقیت تلاش میکنی. تسلیم نشو، شما به اندازه کافی قوی هستی که این مرحله نهایی رو هم پشت سر بذاری. ببینید برای بازپسگیری انرژی که از دست دادی سعی کنید که یک مقدار روی تغذیه‌تون تمرکز کنید، خوابتون رو کنترل بکنید و مکمل مثلا قرص ویتامین اینا بخورید، ورزش کنید، مدیتیشن کنید، آب زیاد بخورید تا این انرژی که از دست دادید رو دوباره برش گردونید و بتونید ادامه مسیر رو راحت تر برید. اوکی؟ نیاز به توقف دارید، یک مقدار استراحت بدید به خودتون تا دوباره انرژیتون هیل بشه و برگردید به مسیرتون ادامه بدید. کارت 7 جام که اینجا اومده یک مقدار انتخابات زیادی هستش که این انتخابات مسیرهای مختلفی رو برای شما داره. میگه سعی کنید این انتخابات رو کم کم با آنالیز کم بکنید و برسید به یک مسیر که این مسیر شما رو هدایت بکنه به جلو و موفقیت‌های بسیار بالاتر دست پیدا بکنید. پس ممکنه که با گزینه‌های بسیار زیاد و متعددی روبرو بشید که تصمیم گیری رو سخت کنه واسهتون. پس واقع بین باش، رویاهات رو از واقعیت سعی کن جدا کن و بر اساس ارزش‌هایی که درون ذهنت هستش و واقعا اون چیزها هدف نهایی شما هست انتخاب نهاییت رو انجام بدی. پس انتظار برای برداشت محصولت بستگی به اینه که کدوم مسیر رو انتخاب بکنی. ببین من مسیر وقتی دارم میگم انتخاب‌های روزمرگی شماست، انتخابی که من چه شغلی رو برم، کدوم رابطه رو انتخاب بکنم، کدوم ورزش رو برم.
خب وقتی انتخاب میگم دارم یک آگاهی بهتون میدم که با توسط این آگاهی شما بتونید بهترین انتخاب رو انجام بدید. پس اگر نتیجه رو هنوز واسه آگاهی نداری که نتیجه رو ببینی، یک مقدار بیشتر صبر کن تا زمان برداشت فرا برسه. به نظر میرسه که شما پس از یک نبرد فکری که بسیار خسته کننده هم بوده، در حال حاضر در آستانه تکامل هستید. پیام کلی این قسمت اینه که شما در پایان یک مسیر طولانی و در آغاز راهی جدید ایستادی. جهان رو بپذیر، چیزی که از لحاظ انرژی شما رو داره فیول میکنه نمیتونی ردش بکنی. چیزی که دنیا رو داره هدایت میکنه شما نمیتونی اون رو رد بکنی. اما در دام رویا پردازی نیفت، چرا که ته نداره. یعنی یک چاه بی سر و ته که هر چقدر درونش بری بیشتر فرو میری. سعی کن یک مقدار واقع بین باشی، ثمرات زحماتت به زودی قرار آشکار بشه و اینو بدون که شما قادر به ساختن میراثی پایدار هستی و یک مقدار استراحت برای شما نیاز هستش که بتونید انرژی که داشتید رو دوباره به دست بیارید. دوستان من با لایک، کامنت، سابسکرایب از ما حمایت کنید دوستان. دوستتون دارم. در پناه پروردگار باشید. خدا نگهدار.